سلام، خوش اومدید به یه ویدیو جدید. اومدیم با یه فایل ست. دو تا فایل ستن آقا. این دو فایل ست چیه؟ فایل ست یه چیزیه آقا، مثلا اونو میزنی، مثلا ببین اینجوری مثلا واسه خودتون فقط معلوم میشه، اینجوری واسه کسی مثلا معلوم نمیشه. بعدش مثلا آقا این چیکار میکنه؟ اینه که مثلا شما مثلا میزنیدش، حس پلی میگیرید. اینجوریه، نگاه کن. الان واسه کسی نشون نمیده، فقط واسه خودتون. آقا من اینو بردار رگنار اینجوری مثلا میتونید واسه خودتون تنظیمش کنید دیگه. خلاصه بعد مثلا این سه هستش، کپش یوتیوبری هم هست. بعدش مثلا من اینو کاستوم کردم. بعد آقا نه بنی داره نه بلک لیست داره. بعد این یه پسورد 4 رقمی داره. دو رقم اولش هم میگم 22. دو رقم دیگه هم تا آخر دیگه میگم دیگه. بعد مثلا چجوریه؟ بعد داخل این چیز کار میکنه. این دو تا چیز میگم کاراکتر، یکی رو آلوک سوپر آلوکه، بعد اونی که کوش. You and me, we're a بعد team. من بگم پلیست Come meet my زیادی. Let's create some یه چند تا دیگه من زدم. آقا من یادم رفت بگم داخل چند تلگرام میذارم، داخل همین بیو همین ویدیو لینکشو میذارم، بیاین واسه کوش کاراکترش. No prison can hold me. Adaptation is how we grow. این کاراکتر کار میکنه رو ست دیفالتش باید بزنی. این مثلا الان من اینو کاستوم کردم. این اصلیش اینه. اینجوریه. بعد این کلاه چرخ دندشه بدون بند. من خود الان ببین رو اکانت تسلیم زدم دیگه. ببین نه بنی داره نه چیزی، بدون بند کامل، بدون بلک لیست. بعد این فقط این نیست، من چند تا دیگه هم زده. یکیش اینه، اینا اگه دوست داشتید داخل کامنت ها بگید بذارم. یکیش همین سه تا بود فکر کنم. بعد مثلا آموزش هم میدم واسه تون میذارم داخل ترینینگ. لحظه بریم. کلا اینجوریه فایل ست. الان ببین اینجا الان چی جوریه کلا، یعنی حس پلی رو میده. الان دیزرت سیب بکنید مثلا اینجوری نگاه. این چقدر سپلی میده اینجوری. الان فهمیدی مثلا یعنی تتو جوکر هم داره دیگه. موزش هم واسه تون میذارم. الان بریم بعد مثلا آقا وقتی مثلا پاکش کنید میاد داخل اینجا. کجا ساب کن؟ اینجا کاراکتره. اینو میزنید پاک میکنید. آره دیگه. بعد اینو میزنید که پاک کنید پاک میشه کلا. آره همینجوره. بعد مثلا اینا رو باید پاک کنید یه کلا از بین میره. آره الان من خودم دان کردم دیگه، باز نمیتونم باز دوباره دانشون کنم. بعد اینجوری بعد ببین مثلا واسه کسی نشون نمیده. بعد اینجوری انیمیشن داره یه سریاشون که مثل این آره این مال اسکین میشه. خوش بدونی کی سوپر آلوک. É hora do show. مثلا آقا انیمیشنش اینه. امپیچله کوش امپیچل بذار بیاد دیگه. خلاص همون امپیچله، همون امپیچل ترپه. ببین الان چقدر قشنگ میاد. اینجوری نگاه کن. به این آسونی هیچ مشکلی واسه اکانتتون هم پیش نمیاد. بعد دیگه همین. بعد اینجا ببین اینجا مثلا میای اگه دیگه مثلا واسه انیمیشن نداشت باید چیزا رو دان کنی. این دان لولش من فایل جدید واسه تون بذارم یا آقا. خب خلاصه بریم واسه آموزش دیگه لفت ندیم. خب بچه من اینجا مثلا واسه تون فایل ست رو گذاشتم آقا. حالا میریم بخش تو فایل ست واسه چرخنده آقا. یکی چرخنده است یکی جاکته. چرخنده آقا واسه چیه؟ چرخنده همون فایل ست است. بعدش بهت بگم یکیش واسه پری مکسه، بعد یکیش واسه پری عادیه. حالا من پری عادی دارم مثلا اینجا بی کاراکترش هم گفتن سه کاراکترشو. بعد الان من اینو کپی میکنم. بعد بذار اینو داخل اندروید بخش دیتا.
اینجا کپی میزنم، بعد بعدش برای تمام فایل ها رو میزنید، تیکشو پال میکنه، بعد جایگزین رو میزنید. اونی که هم به همین صورته. حالا بذار من واسه توضیح بدم. جاکته فقط واسه پیری وایر عادیه. بعد به همون سوپر هالیک هم زده کار میکنه. بعد اینجوری زدیم، این هم همون کار رو انجام میدیم. بعد اینجا بعدش برای تمام فایل ها. آقا این گفتی رمز داره، من بهتون بگم آقا دوتای اول رو گفتم، بعد دوتای دیگه مونده. بخشی این دوتاش هم میشه، یکی همون 22 بود، این هم میگه 26 22 آقا 4 رقم شد. بعد بازم دارم میگم بدون بن و بلک لیست، هیچ بن و بلک لیستی نداره. با همین دیگه خداحافظ تا ویدیوی دیگر. دوست داشتید بازم فایل ست بذارم تو کامنت ها بگید.